عرض ادب و احترام رفقای گل، سلام. امید که جور و صحت و سلامت باشید. شما را خوش آمدید میگم دوباره به یک ویدیوی دیگه از چنل یوتیوب خودتان بلاو گرانا تیوی. امیدوارم که از گزند روزگار دور و در امان باشید. حقیقتا دوست داشتم که وقتر بعدی که مصاحبه و اخبار آمد ویدیو را بسازم، خلاصه میگذارم مریض بودم و بعضی مشکلات دیگه نشد که زودتر ویدیو را به دستان میرساندم. گرچند دوست داشتم که بچه‌ام درخواست کرده بودن که به صورت تصویری ویدیو را بسازیم. فعلا دیگه کوشش دارم که استودیو رو بخیر جور کنم. بعد از اون دیگه انشالله ویدیو تصویری را شروع میکنیم. دیگه فعلا استودیو جور نشده و خواستیم چند مدت همین گونه به صورت صوتی ادامه بدیم تا استودیو جور شد. انشالله بعد از اون دیگه شروع میکنیم به صورت تصویری. خب بیشتر از این بحث طولانی نمیکنیم، میریم سر اصل موضوع. آقا همه رسانه ها، ارکان باشگاه، مدیریت، صفاکار، هر کاری که در چهار اطراف باشگاه کار میکرد به صورت رسمی اعلان کرد که بارسلونا دوباره برگشت به قانون 1-1. خب این اولا با بچه ها تبریک میگیم دیگه. بعد 3-4 سال از این قانون 1-1، از قانون جوان مردانه فریپلی مالی دور بودیم و مشکلات خیلی زیاد را سپری کردیم. ثبت بازیکن، خرید بازیکن و هر چقدر که داستان بخواهید در این فریپلی مالی یا قانون 1-1 گیر بود. خب بعضا راجع به همین قانون 1-1 سوال داشتن. قانون 1-1 شما از این بابت اجازه دارین هر چقدر که درآمد دارین یا خزانه تون پر است میتونین با همون اندازه بازیکن بخرین، با همون اندازه قرارداد ثبت کنین. دیگه قبل از اینکه بود ما در قانون 1-4 بودیم. مثلا اگر 80 میلیون در سال درآمد داشتیم، فقط 20 میلیونش میتونستیم بازیکن بخریم و بازیکن قراردادش را ثبت کنیم. باقی اون میره به صورت حسابای باشگاه، بدهی‌ها و قرضاریایی که از دستمزد بازیکن‌ها بود، از شرکت‌های اسپانسری بود، به اونا متعلق بود و خیلی درگیری‌ها داشتیم. بحثی ثبت نام لواندوفسکی، بعد ثبت نام همین آقای دانیل مو که ما حدودی 1 ماه درگیری قضیه بودیم. خب بالاخره بر طریق شد با موفقیت‌های ورزشی که تیم آقای هانسی فلیک داشت و قراردادهای خوبی اسپانسری با شرکت نایکی، اسپاتیفای و شرکت عربی بود اشتباه نکنم، شرکت قطری که ما صندلی‌های وی آی پی را برشان فروختیم، توانستیم دوباره به قانون 1-1 برگردیم و باشگاه را از نظر مالی با حالت اوکی برسانیم. و از این بعد دیگه ان شاء الله هیچ گونه مشکلی در ثبت بازیکن، در خرید بازیکن ان شاء الله که نداریم. هر بازیکنی که دست بگذاریم، هر چقدر که بخوایم هزینه کنیم، با همون اندازه پولی هزینه کردنش هم است، پولی ثبت قراردادش هم است که ما بخوایم اون را 5 ساله 4 ساله هر چیزی قرارداد میبندیم. از این بعد ان شاء الله به صورت نرمال او را دیگه ثبت نام کنیم. دیگه از نظر ثبت نام و خرید بازیکن ان شاء الله که مشکلاتی نداریم. خب از مسئله قانون 1-1 بگردیم. ان شاء الله که توضیحات کامل بوده باشه. در ویدیوهای بعدی زیادتر اشاره میکنیم. خب ما مراسم تالیف آقای لاپورتا رو داشتیم که به مدت 5 سال دیگه به عنوان رئیس جدید بارسلونا معرفی شد. از نظر خودم گذشته از علاقه شخصی که به آقای لاپورتا دارم، چون در دوره قبلیش ما محروم بودیم دیگه. این دورهش که آمد با چی وضعیتی، با چی ترکیبی تیمی را گرفت، سری پا کرد، بالاخره به هر طریقی بود، صندلی فروخت، چمن فروخت، هر کاری زد، با آتش زد، تیم سری پا نگه داشت، ترکیب درست ساخت، مربی درست آورد، پروژه داد، ورزشگاه ساخت و ترکیبی پر از ستاره‌های جوان و آینده دار برای ما تحویل داد برای آقای هانسی فلیک که میتونه چندین سال به نظر شخصی خودم در قله‌های فوتبال اروپا قدم بذاره. دیگه خیلی برای خودم شخصا خوشایند بود. برای شما هم تبریک میگم، برای خودم تبریک میگم. دیگه انشاءالله که 5 سال خوبی را با آقای لاپورتا و مدیریتش و ترکیب و تیم و همه چیزش سپری کنیم و موفقیت‌های بیشتری را کسب کنیم. تنها نظر شخصی من نیه، از هر مدیری، از هر مربی، از هر بزرگی، از هر اسطوره‌ای، از هر هواداری، از هر کسی که بپرسی ببره برگشت آقای خانم لاپورتا بهترین رئیس باشگاه بارسلونا در طول این چند سال و حتی میتونیم در طول تاریخ باشه. دوره اولش وقتی میریم ارزیابی میکنیم چی تیمی را از گاسپارت گرفت و چی تحویل داد، برنده CL، برنده لالیگا، برنده سوپرکاپ، دارنده یکی از بهترین
ترکیب های تاریخ که تحویل آقای راسل داده شد و او هم با آقای بارتمو داد که دیگه شیرازه تیم آقای بارتمو از هم پاشید. دیگه چی دوره ای که آقا آمد از آقای بارتمو با هر طریقی شد انتخابات برنده شد، تیم را دست گرفت. چی ترکیبی داشتیم آقا؟ برو برگشت همین 1000 کدام شما پرسان کنیم 1% امیدی دیدن نیمه نهایی چرا داشتین؟ چمپیونز لیگ داشتین؟ نداشتین. شخصا خودم نداشتم. دفاع راست ما که بود، مدافع میانی ما که بود، کیپر ما که بود، خط هافبک ما چی بود، خط حمله ما آقای مسی خو جنازه‌اش از 100 تا بهت از بازیکنایی که باش مقایسه میشه میارزه. آقای مسی طرف دیگه چی ترکیبی داشتیم؟ نه امیدی برای سهمیه بود، نه امیدی برای لالیگا بود، نه امیدی برای قهرمانی در چمپیونز لیگ. امروز خیلی آسرزی بالای همین آقای لاپورتا انتقاد میکنه که تو چرا قهرمانی چمپیونز لیگ نمیری، تو چرا قهرمانی فلان چرا نمیرین. پیش از اینکه آقای لاپورتا بیاد شما 1% امیدی میروزه داشتین با چی ترکیبی؟ آقا هر تیم آرزو داره پدری داشته باشه، فیرمین داشته باشه، لامین داشته باشه، خوان گارسیا داشته باشه، کوبارسی داشته باشه، حتی جورا مارتین که میتونیم با جرات بگیم یکی از بهترین مدافع میانی های همین فصل گذشته بارسلونا و لالیگا بود. از نظر ورزشگاه، مدیریت، ترکیب، مربی، از هر لحاظ تیم اوکی کرد. قبل از اینکه انتخابات هم شود خیلی با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، گفتم که دوست دارم که آقای لاپورتا وقتی تیم با اون همه بدبختی و بدهی و فلان در دست گرفت و در قله رساند، 5 سال دیگه هم ثمره اون هم زحمت، اون هم تلاش که برای اوکی کردن تیم از نظر مالی، از نظر ترکیبی، از نظر مربی، ورزشگاه، پروژه ورزشی، باید ثمره اون هم زحمت خود بکشه و ببینه که حق باش بود. و 5 سال دیگه هم رئیس باشگاه بارسلونا است. امیدوارم که موفقیت‌های بیشتری با آقای لاپورتا و تیم و مربی که بعد آقای هانسی فلیک میاره تجربه کنیم. خب بحث قانون یک با یک مدیریت هم اینجا میبندیم، میریم سراغ بحث بعدی که آقای آلوارز. قبل از اون یک 3 تا خبر اندک مهم داریم که اونم یک مرور میکنیم. خب اول خبر آقای لیاو رو بذاریم که مندو دپورتیو گذاشته بود، گفته بود که لیاو در دسترس است و امکان انتقالش وجود داره. روبن آموریم جای برای این وینگر پرتغالی در ترکیب خودش، در برنامه خودش نمیبینه. میلان هم با جداییش موافقه و لیاو میتونه جایگزین رشفورد باشه. بعدی می که اخبار آمد ما دو نظر داشتیم، یک تعداد از رفقا گارد گرفته بودن، یک تعداد دیگه استقبال کرده بود. خب یک تعدادی که استقبال کرده بود گفته بود که بیارمش، وینگر نمیدونم صورتی است، تکنیکی شد زنه. یک تعداد گارد گرفته بود که آقا چرا این همه بنجل و فلان چرا بازیکنای سطحی خریداری نمیشه. خب اولا که ما این اخبار شخصا خودیم چندان واقعیت نزدیک نمیبینم، چون ما گردون 70-80 میلیون خریدیم، در کنارش رافینیا را داریم و میتونیم 2 تا بازیکن دیگه در نیمکت از تیمی بیاریم و یک انتقالی به نظرم خیلی دور از ذهن میرسه دیگه، چون عقلانی نیست ما بریم حدود 60-70 میلیون برای بازیکنی که بخوایم وینگر در بکاوی گردون یا رافینیا بذاریم خریداری کنیم، هزینه کنیم. و اگر که بازی لیاو رو با دقت نگاه کنیم در جریان بازی در زمین بسیار مسئولیت پذیر نیه. او چیزی که گردون نشان داد، او چیزی که رافینیا نشان داد و آقای هانسی فلیک به هیچ وجه به اسم نگاه نمیکنه. بازیکنی میخواد که تعهد داشته باشه، پرس کنه، دویندگی داشته باشه که آقای لیاو شاخصه رو نداره و خود آقای فلیک هم احتمال 80-90% اگر مدیریت هم میره پیشنهاد بده برای آقای فلیک 100% او را رد میکنه، چون هم از نظری قیمت، هم از نظری دستمزد، هم ای که تعهد به تیم نداره و آقای هانسی فلیک با چنین بازیکنایی کنار نمیاد. به همین دلیل که یک انتقال خیلی دور از ذهن میبینیم و بریم سراغ خبر بعدی که بدنساز جدید باشگاه بود، آقای بنجامین کوگله، اشتباه نکنم همین چیه اسمش، که نزدیک 10 سال با تیم ملی آلمان کار کرده و سابقه حضور توی ورد برمن، کلین، آینهوین و بنفیکا را هم در کارنامه خود داره. خب حقیقتا مسئولیت آقای خولیتوس شاید کمتر شود، ولی از جذب بدنسازای آلمانی چون خیلی بدنسازای ماهر است استقبال میکنیم دیگه. امیدوارم که
برای تیم موفقیت آمیز باشه و دیگه انشالله بحث مظلومیت چیزا را نداشته باشیم. خبر دیگه خبری هیرویگوی آقای ترشتگن بود که با مدت 1 فصل قرضی رفت بنفیکا آژاکس هلند. خب بعضی منابع که نزدیک باشگاه آژاکس بود گفته بود که 10 تا 20% از حقوق ترشتگن پرداخت میکنه. بعضی منابعی که معتبر کنار باشگاه کار میکنه فرناندو پولو میگن که بخش عمده ای از دستمزد پرداخت میکنه، ولی تا هنوز سورس‌های دقیق نامده که آدم بخواد زیاد راجع بهش نظر بده، ولی تا اینکه به صورت قطعی و این 100% انتقالش رسمی شود باز جزئیات انتقالش میاد. خب دیگه خبر مهم نداشتیم، حقیقتا همین ستا بود که اینجا یادآوری کردیم. یک مصاحبه خیلی مهم و یک شفاف‌سازی از آقای توباز داشتیم که گفته بود راجع به همین فری پلی مالی بود. گفته بود که باید یک نکته را یادآوری کنم، وقتی باشگاهی بازیکنی را مثلا با 100 میلیون میخره، این مبلغ یک باره در فری پلی مالی حساب نمیشه بلکه مستهلک میشه. اگر قرارداد بازیکن 5 ساله باشه برای قوانین فری پلی مالی فقط سال 20 میلیون یورو از مبلغ انتقالش محاسبه میشه و بعد هم دستمزد سالانه بازیکن به اون اضافه میشه. مثالش میشه همین بحث انتقال آقای گوردون که ما حدود 70 میلیون هزینه‌اش کردیم. یه 70 میلیون تقسیم میشه با 5 سال، جمع دستمزدش با صورت حساب باشگاه اضافه میشه که میتونه جای کمتری را در صورت حساب باشگاه اشغال کنه. دیگه اینم یک شفاف‌سازی بود از آقای توباس که خیال بعضی را از این حساب راحت کرد. خب بریم سراغ بحثی مهمتر از اون، بحث آقای الوارز که ما دیگه فضل خدا چندین ماه که درگیرش هستیم. خب اولا مصاحبه آقای لاپورتا را به خوانش بگیریم که در روز تعلیف خود مصاحبه کرده بود راجع به الوارز. گفته بود که من مستقیم با اتلتیکو صحبت کردیم، الوارز میخواد بیای، حتی زمانی که منچستر سیتی بود همین علاقه وجود داشت. با احترام با اتلتیکو من با میگل آنخیل مدیر عامل اتلتیکو صحبت کردیم، اونها نمیخواستن بفروشن چون جایگزین ندارن، اما بهشون گفتم پیشنهاد ما سر جاش میمونه. خب یک تعداد آمدن که تحلیل کردن و تحلیل از بچه‌ها بود. گفته بود که آقا اتلتیکو آمده گفته که تا زمانی که ما جایگزین خود برای آقای الوارز انتخاب نکردیم وارد مذاکره نمیشیم، چون شما اون مبلغی را که با ما پرداخت میکنین تیم‌ها میبینه و با آسانی وارد مذاکره نمیشه. به همین دلیل دیگه داستان آقای الوارز اون همه کش کرده و بحثی مذاکرات مانده و یک تعداد دیگه میگه تا زمانی که آرژانتین در جام جهانی حضور داره و تکلیفی آرژانتین مشخص نشده مذاکرات شروع نمیشه. خب میتونیم از هر دو بحث برداشت مثبت را داشته باشیم، چون اگر اتلتیکو بیاید 130 میلیون یا 120 میلیون از باشگاه بارسلونا بگیره و وارد بازار شود، چه گیوکریش بگیره چه مهاجمای نوک دیگه، قطعا باشگاه طرفش از او پولی که بارسلونا با او پرداخت کرده استفاده میکنه و قیمت بازیکنش بالا میبره. به همین دلیل اتلتیکو هم تا جایی را رندکار خود است. یک طرف دیگه بحث جنجال و حواشی بود که بازی دوم آرژانتین بود اشتباه نکنم شروع شد و فعلا هم آقای الوارز خیلی درگیر شد، چون در ریتم بازی چیزا خب سمسایی دیده میشه. به همین دلیل باشگاه نمیخواد که فشار سر خود بازیکن زیاد کنه و همین خاطر مذاکرات گذشته بعد جام جهانی دیگه استارت کار احتمال خیلی زیاد بعد جام جهانی مخاطر، چون نمیخواد این همه فشار بالای خود بازیکن است، هم از سمت مدیریت باشگاه بارسلونا و هم از سمت مدیریت اتلتیکو، هم بحث خانواده‌اش هم بحث جام جهانی. و همین دلیل باشگاه گفته که بیشتر نمیخوایم که فشار سرشان زیاد کنیم. اما این مصاحبه یک نکته خیلی دیگر را برای همگی چی کرد، شفاف‌سازی کرد. مثلا قبل از این مصاحبه ما اخبار از سمت اتلتیکو داشتیم که می نوشتن میگفتن که بارسلونا آقا میزنه، کلاهبرداری میکنه، هیچ علاقه هیچ پیشنهادی وجود نداره به اتلتیکو و هیچ علاقه به آقای الوارز وجود نداره. یک خلاصه بازی دادن که آقای لاپورتا آمد گفت هم پیشنهاد است هم علاقمندی است هم علاقمندی بازیکن اشتباه نکنم بالای 19 بازیکن بارسلونا صریحا گفتن که ما از آمدن آقای الوارز استقبال میکنیم و یک سیلی محکم زد به اون دسته کسایی که این اخبار پخش میکرد که نمیدونم بارسلونا هیچ علاقه نداره، بارسلونا هزینه انتقالش نداره. خلاصه آمد کل چیز را شفاف کرد که ما هم پولش داریم هم دل گرده هزینه‌اش داریم. فعلا به خاطر بعضی مشکلات دیگه مذاکرات به تعویق افتاده. گذشته از او یک تعداد نمیدونم
حالا چی بگیم، خلاصه گپ زیاد بر نخوره. برای بعضی بچه ها آمده بود آمارای جام جهانی 2026 یک یادآوری کرده بود، گفته بود آقا بارسلونا نمیدونم میلیون 150 میلیون هزینه بازیکن میکنه که در جام جهانی جگونه درخشش نداره. خب اولا اخباری که آمده بود بعد اون مسابقه که بعد بازی دوم بود اشتباه نکنم، بحث جدایی رو پیش کرد آقای الوارز، دیگه اونجا دست اول افتاد سمتی کی بارسلونا در مذاکرات. و اخباری هم که داشتیم گفته بودن بیشتر از 120 میلیون فوقش 130 میلیون باشگاه نمیخواد بیشتر از او هزینه آقای الوارز کنه، چون خود بازیکن هم علاقه شدیدی با بارسلونا داره و دیگه تیم نمیپیونده. خب مبلغ نیاییش که ما شاید پیشنهاد بدیم 120 میلیون 130 میلیون بیشتر بعد جام جهانی بعد همین جایگزین اتلتیکو مشخص میشه. ولی اشتباه نکنیم خودمون گل نزنیم، با نقل انتقالات 2015 و 14 و 16 و 17 و 18 نباید سیر کنیم. اون زمان با 120 میلیون 130 میلیون میتونید شما تیم ببندین. کاری که لیورپول و پول بارسلونا که کوتینیو رو خریدیم تیم بس تیم قهرمان 2018 2019. ولی فعلا هدفی اصلی اینجا در ویدیو قبلی گفتیم مالی میگیم بازار خرابه، به شکلی خیلی خرابه. بازیکن به اندازه ارزش انتقال خود ترانسفر نمیشه. گفتیم که 100 میلیون 110 میلیون 90 میلیون فوقش قیمت الوارزه، ولی چاره چیز که بازار خرابه. شما برین ارزش انتقالای دیگه بازیکن‌ها که ایسوسو میشه کوکوریا رو ببین، فلان رو ببین، او رو ببین، درک میکنن که وضعیت بازار چقدر خرابه. و بدترین از او وضعیت بازار مهاجما بود. مهاجمای نو که ما هیچ بازیکنی نداریم. گالاتاسارای او طرف اوسیمن 140 میلیون نرخ میده، این طرف آقای هالند که سیتی میگه به هیچ وجه فروشی نیست، فروش هم که باشه هفته 1 میلیون پوند بازیکن دستمزد میخواد که دیگه خیلی تیم‌ها جز تیم‌های نفتی دیگه تیم‌ها پرداخت نمیتونن. ولی اگه که ببینیم وضعیت خراب شود 150 میلیون هم هزینه بازیکن کنیم به نظرم گم نمیکنه خود. حالا شاید یک تعداد بگه که ما گریزمان آوردیم یا کی را آوردیم، امی دمبله را آوردیم یا آقای کوتینیو را آوردیم، زیر مبلغ انتقال خود گم شد، زیر فشار بود فلان. ولی اون زمان دیگه بارها گفتیم که وضعیت بازار تا این زمان خیلی فرق میکنه. دیگه امیدوارم به جای نرسه که ما 150 میلیون هزینهش کنیم، چون خیلی قمار بزرگ میشه. 110 120 تا 130 رو ببندیم به نظرم شاهکاره. ولی چیزی که خیلی مهمه کیفیت آلوارز نمیتونیم زیر سوال ببریم. بازیکن خودش در هر تورنمنتی، در هر فینالی، در هر مرحله حذفی، در هر مرحله گروهی خودش ثابت کرده. فشار امروز خیلی سر بازیکن زیاده. فشار مدیریت دو تیم است، فشار اطرافیانش است، فشار خانواده‌اش است، فشار جام جهانی هست، فشار هوادارهای بارسلونا است، فشار هوادارهای اتلتیکو است. بازی کردن زیر فشار خیلی سخته. ما شما هوادار میگیم چرا تو گل نمیزنی، چرا تو پاس گل نمیدی، چرا تو صحیح بازی نمیکنی، ولی درک نمیکنیم که او در چه شرایطی قرار داره. دیگه کیفیتش از بچه‌ها خواهش می‌کنم که زیر سوال نبره. آمار رو ببین، زیر نظر مربیای کار کرده، در تورنمنت‌هایی که بازی کرده، کنار بازیکن‌های کار کرده. بازیکن خودش ثابت کرده که ارزش بازی کردن در بارسلونا را به برو برگشت داره. دیگه ببینیم، امیدوارم با 120 میلیون بتونیم 100 تا 130 میلیون جذبش کنیم. دیگه ان شاء الله از این بعد کوشش میکنیم که ویدیو را زودتر برسونیم، بعدش بحث استودیو را هم حل کنیم. دیگه ان شاء الله دیگه صحبتی نیست. دوستان دارم، فعلا خدایا رو نگهدارتان.